ملت شریف ایران، خانم ها و آقایان، گلپونا، گلای لاله عباسی، ای ملتی که قلبتون همچون دشت های گل نرگس بهبهون قشنگ و زیباست، بدانید و آگاه باشید مهمان این قسمت از برنامه اردوان خوشنود نازنین است که قبل از اینکه گفتگو رو با اردوان شروع بکنم سلامی عرض میکنم به مادر نازنین اردوان که یکی از بی‌نظیرترین مادرانی است که در این سالها دیدم. یک مادر گوگولی ایرانی خیلی نازنین و با مزه و خوش قلب اردوان و برادر نازنینش دارن. آقا دیروز خبری منتشر شد که یک مقاله مشترک شما، داداش و سعید جان قاسمی نژاد مدیر پروژه شکوفایی در یکی از رسانه‌های سوئد نوشتید. این رسانه چیست؟ مطلبتون چی بوده؟ 3 نفری چی نوشتید؟ بفرمایید تا بیام سراغ سوالات. خیلی ممنون محمد جان، خوشحالم که اینجا هستم. سپاس از مهرت. درود بر بینندگان. ما 3 نفری این مطلب رو چاپ کردیم در نشریه سvenska Dagbladet که دومین بزرگترین روزنامه سوئد در بحث و گفتگوشون، چیزی که به انگلیسی بهش میگن OPED. ما این مطلب رو چاپ کردیم. تیتر مطلب این بود که به این دلیل سوئد باید به ایرانی ها کمک بکنه که جمهوری اسلامی رو براندازی کنن و در اصل داریم برای سوئدی ها می نویسیم که چرا اینقدر مهمه که جمهوری اسلامی از بین بره، نه به خاطر ایران، نه به خاطر مردم ایران حتی اگر میخواید به اون فکر بکنید، ولی به خاطر منافعی که خودتون دارید. توضیح دادیم که امروز جمهوری اسلامی چه خطراتی برای کشور سوئد داره. ما میدونیم مثلا که سرویس اطلاعاتی سوئد بارها سال به سال اعلام میکنه در گزارش‌های سالیانش که جمهوری اسلامی همراه با چین و روسیه یکی از 3 خطرناکترین کشورهای دنیا هست برای امنیت سوئد و در طول این 2 سالی که گذشته بیشتر و بیشتر سرویس اطلاعاتی سوئد به این اشاره کرده که چگونه جمهوری اسلامی از طریق وزارت اطلاعات و از طریق سازمان اطلاعات سپاه و سپاه قدس مدام داره سعی میکنه که در کشور سوئد افراد خاصی رو ترور بکنه. این هم میتونه ایرانی هایی باشه که اینجا زندگی دارن میکنن و هم افراد سوئدی که یهودی هستند و چگونه جمهوری اسلامی شرکت های اسرائیلی حمله میکنه، سعی میکنه مثلا سازمان های و ارگان های یهودی رو بمب بگذاره یا این افرادی که اونجا هستند رو ترور بکنه. ما به این اشاره کردیم که در دوران زمامداری محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامر میزان همکاری اقتصادی میان 2 دولت ایران و سوئد به چه شکل بوده، امروز به چه شکلی هست. توضیح هم دادیم که چگونه جمهوری اسلامی امروز با موشک‌هاش راحت همه اروپا و حتی سوئد رو میتونه مورد حمله قرار بده و بعد این نتیجه گیری رو کردیم که اینجا هست که ما برای اولین بار دیگه نمیخوایم در مورد این صحبت کنیم که جمهوری اسلامی باید بره و چجوری باید بره، بلکه روز پس از بین رفتن جمهوری اسلامی رو بهش میپردازیم و توضیح میدیم که شاهزاده رضا پهلوی چگونه پروژه شکوفایی ایران رو به راه انداختن، پروژه شکوفایی ایران چیست و چگونه پروژه شکوفایی ایران یک برنامه بسیار خوب و ارزنده‌ای رو داره برای روزی که جمهوری اسلامی از بین رفت و اینکه به همین دلایل هست کشور سوئد باید براش مهم باشه که جمهوری اسلامی از بین بره. خیلی کوتاه و مختصر این کل نوشته. مرسی. نگاه کن اردوان، در مورد پروژه شکوفایی با توجه به اینکه یکی از مشاورین پروژه شکوفایی هستی در بخش دوم مفصل باهات صحبت خواهم کرد در مورد اهمیت پروژه شکوفایی. اما سوالی که الان مطرحه خب از خیلی زاویه خیلی درستی
شروع کردی صحبت تو این که آقا منافع کشورها باید ببینن که چه منفعتی دارن که بخوان در کنار ملت ایران باشن برای از بین رفتن و نابودی این رژیم دیکتاتور. کشور سوئد چه منفعتی داره الان بخواد کنار ملت ایران بیسته؟ اون منفعت هایی که داره و شما در این مقاله‌ای که بهش اشاره کردید بهش پرداختید چه منافعی است؟ مهمترینش مسلما اینه که سوئد تبدیل شده به یک جایگاهی که جمهوری اسلامی قشنگ با گروه‌های خلافکار سوئدی ارتباط نزدیکی داره. اینها عملیات تروریستی میکنن به دستور جمهوری اسلامی. ما 2 حمله به سفارت اسرائیل داشتیم که این گروه‌های خلافکار به دستور جمهوری اسلامی پشتش بودن. ما 1 حمله داشتیم به یک شرکت نظامی اسرائیلی که اینا جمهوری اسلامی پشتش بود و بسیاری دیگه عملیات تروریستی که سرویس اطلاعاتی سوئد تونسته مهار بکنه قبل از اینکه اینها بتونن به پیروزی برسن. و ما توضیح میدیم خب این شما تا روزی که جمهوری اسلامی سر کار هست کشور سوئد نمیتونه یک نفس آروم بکشه. جمهوری اسلامی مدام و دائما یک تهدید امنیتی برای سوئد هست، اصلا نه حتی فقط برای این ایرانیایی که در سوئد زندگی میکنن بلکه حتی برای اون سوئدیایی که یهودی هستن و شرکت‌های مختلف. و این بزرگترین ضربه رو مسلما به امنیت ملی سوئد میزنه. ولی دومی که گفتیم منفعتتون اینه که با مردم ایران باشین، اینه که به هنگامی که جمهوری اسلامی سقوط میکنه، به هنگامی که یک دولت ملی و دموکراتیک و قانونمند به قدرت میرسه، مسلما اون همکاری های اقتصادی گسترده‌ای که ایران و سوئد میتونن با هم دیگه داشته باشن چندین برابر خواهد بود. در مورد مسائل علمی، در مورد مسائل دانشگاهی و آکادمیک، مسائل پزشکی، صنایع دفاعی و غیره و غیره و غیره. و اینجاست که ما میگیم نه فقط امنیت ملیتون دوباره درست میشه، نه فقط دیگه تهدیدی علیه امنیت ملیتون نیست، نه فقط دیگه موشک 4000 کیلومتری نخواهد بود که شما نگران باشید که جمهوری اسلامی اینم به طرف اروپا خواهد زد، بلکه از نظر اقتصادی هم برای ایران شکوفایی خواهد شد، هم برای شما شکوفایی خواهد شد. یعنی برنده جمهوری اسلامی هم برای شما پیروزی خواهد آورد، هم برای ملت ایران. مرسی. و وقتی که صحبت از اهداف مشترک میکنیم و منافع مشترک میکنیم، به هر حال منافع مشترک میتونن تغییر بکنن، میتونن تغییر داشته باشن. تصور میکنی که در حال حاضر الان هم اروپا، حالا مشخصا سوئد نه، کل اروپا، امریکا، اسرائیل مشخصا، همه اینها خب الان یک منفعت مشترک با ملت ایران دارن و اون هم نبود جمهوری اسلامی است. آیا تضمینی وجود داره که این کشورها منفعت مشترکشون رو با ملت ایران ادامه بدن و ادامه دار باشه، یا اینکه نه هیچ ضمانتی نیست، ملت باید دستشون روی زانوی خودشون باشه که بخوان انقلاب ملی رو به سرانجام برسونن، اونم به رهبری رهبر انقلاب شیر و خورشید شاهزاده رضا پهلوی؟ تا اونجایی که محمد جان مسئله انقلاب ملی ما میرسه، نه، ما تکیه‌مون فقط و فقط باید روی شاهزاده رضا پهلوی و روی میهم پرستی خودمون باشه. به هیچ و ما نمیتونیم تکیه کنیم به کشور دیگه. به هر حال کشورها همونطور که شما خودت فرمودی منافع مختلفی دارن و حتی امکان داره منافعشون هم با ما یکی باشه، ولی سیاست‌های کلان مثلا اتحادیه اروپا طوری که میتونه چوب لای چرخ ما بکنه. برای همین تا اونجایی که به مسئله انقلاب ما میرسه، نه، ما تکیه‌مون فقط باید روی خودمون باشه، شاهزاده رضا پهلوی باشه و بس. تا اونجایی که بعد از براندازی جمهوری اسلامی میرسه، نه، من فکر کنم که 100% میشه گفت که کشورهایی هم که حتی زیاد علاقه‌مند نبودن جمهوری اسلامی از بین بره و حالا که میبینن جمهوری اسلامی از بین رفته، اونها مطمئن باشید از همه زودتر خواهند اومد طرف ما تا بتونن بخشی از
بازار بسیار بزرگ و متنوع ایران باشند و بتونن قراردادهای گسترده ای رو ببندن. ولی تا اونجایی که به انقلاب ما میرسه تکیه بر خودمون و شاهزاده رضا پهلوی فقط باید باشه. خب اردوان نگاه کن، خب در سالهای گذشته ما دیدیم که چگونه مشخصا سوئد با جمهوری اسلامی مماشات کرده، به این خاطر که گروگان داره شهروندان سوئدی هستند، حتی یک شهروند ایرانی سوئدی هم در زندانهای جمهوری اسلامی هست. یادمون نمیره که در مورد بحث انتقال حمید نوری چگونه رفتن از پادشاه سوئد بود، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم از پادشاه سوئد نامه گرفتن یا مال بلژیک مال اسدی بود، دقیقاً الان حضور ذهن ندارم. به هر حال نوری رو تحویل جمهوری اسلامی دادند، مماشات کردند. سوئد یکی از کشورهایی بوده که در دهه‌های گذشته به کرات با جمهوری اسلامی مماشات کرده. فکر میکنی الان میاد در زمین ملت ایران بازی میکنه؟ من اتفاقا موقعی که ما این مقاله رو نوشتیم درست همین رو داریم توضیح میدیم. ما داریم توضیح میدیم که امروز شما هر دلیلی داشته باشید که در کنار جمهوری اسلامی باشید، امکان داره یک سری از منافعاتون رو مثلا بتونید حل بکنید. امکان داره کوتاه مدت این به نفع شما باشه، ولی دراز مدت این به نفع شما نیست. نه به نفع منافع ملی شماست، نه به نفع منافع ملی اتحادیه اروپایی، بلکه همونطور که خودتون میبینید اون سعی کردید اونجوری با جمهوری اسلامی کنار بیایید، وارد دیالوگ بشید، وارد گفتگو بشید، حتی یک سری قراردادهایی رو ببندید، در زمین ملت ایران بازی نکنید. خب پیامدش چی بود؟ پیامدش این بود که امروز جمهوری اسلامی گروه‌های تبهکار و گروه‌های خلافکار سوئدی رو در دست خودش داره که علیه منافع خود سوئد دارن کار میکنن. پیامدش چی شد؟ پیامدش کشوری شد که به عنوان جمهوری اسلامی که با فروختن سلاح به روسیه درست بغل دست شما داره این جنگی که روسیه با اوکراین را انداخته ازش رو حمایت داره میکنه. یعنی هر چه بیشتر شما در زمین جمهوری اسلامی بازی کردید، هر چه بیشتر از او ضربه خوردید. برای همینه که ما داریم یک آلترناتیو دیگه رو به شما نشون میدیم، یک آلترناتیوی که میتونه امنیت شما و منافع ملی شما و امنیت ملی شما رو تا بسیار طولانی مدت تضمین بکنه. بیایم سراغ پروژه شکوفایی ایران که یکی از مشاورین این پروژه هستی. اردوان، پروژه شکوفایی ایران چه اهمیتی داره برای انقلاب شیر و خورشید؟ آیا فکر میکنی که در پروژه شکوفایی نویسندگان پروژه رویا فروشی کردند یا اینکه نه، روی زمین حقیقت و واقعیت با تکیه بر کارهای پژوهشی، سابقه های پژوهشی و کارهایی که در حوزه‌های مختلف، حوزه‌هایی که تخصصشون هست در کشورهای مختلف انجام دادند، این پروژه نگارش شده و آماده اجرا بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی است؟ ببینید، این یک پروژه شکوفایی ایران و دفتر استراد نوشته شده افرادی هستند بسیار تحصیل کرده، افرادی هستند حتی آکادمیک، و مسلما اون چیزایی که اونجا نوشته شده تا حد بسیار بالایی بر اساس علم، بر اساس اون چیزی که یا مثالهای تاریخی به ما نشون داده یا اون چیزی که ما میتونیم از طریق مقالات علمی بهش برسیم. این اول از همه. دوم از همه، آیا مهم نیست؟ ببینید، بودن پروژه شکوفایی ایران و دفترچه استرار یک اهمیت بسیار بسیار بزرگی داره، نه فقط برای اینکه ما بتونیم به خارجی ها و نه فقط برای اینکه ما بتونیم به خود ایرانی ها نشون بدیم که یک برنامه خاصی وجود داره، بلکه برای خود ماها هم ماهایی که در فعالیت هستیم برای جمهوری اسلامی روشن باشه که چگونه به پیش خواهیم رفت، گام به گام. این پروژه شکوفایی ایران و دفترچه، ببینید، گام به گام داره توضیح میده، هفته به هفته داره توضیح میده چه اتفاقاتی خواهد بیفته. آیا تمام دفترچه رو ما بدون مشکل
بعد فروپاشی جمهوری اسلامی میتونیم پیاده بکنیم، یا امکان داره مثلا مشکلاتی پیش بیاد. خب 100% مثل این میمونه که من در دانشگاه کار میکنم، ما یه پروژه‌ای مینویسیم الان، بعد پروژه رو نوشتیم و قشنگ میدونیم هفته به هفته چه کار میخوایم بکنیم، ولی خب پروژه که آغاز میشه میبینیم یه سری مشکلاتی داریم برمیخوریم، مجبور میشیم بعضی از راه‌ها رو عوض بکنیم، تعویض بکنیم. چیزی بسیار عادیه. ولی اینکه رؤیا باشه اون چیزی که اونجا نوشته شده و با واقعیت یکی نباشه، این به هیچ عنوان درست نیست. و عزیزانی هم که انتقاد میکنن، مسلما پروژه شکوفایی ایران همونطوری که آقای دکتر سعید قاسمی نژاد بارها و بارها هم گفتند و نوشتند، انتقاد بسیار خوبه و من فکر کنم هم مدیر پروژه شکوفایی، هم نویسندگان پروژه شکوفایی، هم مشاوران پروژه شکوفایی بسیار بسیار علاقه‌مندن که انتقاد بشنون که بتونیم این دفترچه رو هرچی بهتر بکنیم. ولی خب میان انتقاد و تخریب و زمین تا آسمان فرقه. دقیقاً سوال بعدی که میخواستم ازت بپرسم در مورد همین بود. به هر حال انتقاد رو خیلی خوبه انتقاد کردن، درسته به جا در همین برنامه، حتی در اون پروژه مشترکی که بین مجله ایرانی سینمارکس و پروژه شکوفایی هست که برنامه است به نام 47 که در پلیلیست سینمارکس هم هست. اون برنامه میتونه یک سلسله گفتگوهایی است که با نویسندگان پروژه شکوفایی داشتم و دارم. خودم خیلی جا انتقاد کردم، خیلی رادیکال سوالاتم رو پرسیدم و اونها هم خیلی جانانه پاسخ دادن و کامل تخصصی پاسخ دادن. ام خب علت این حمله ها چی میشه، مخصوصا از طرف طیفی که خودشون رو پادشاهی خواه مینامند؟ من فکر کنم این یکی از مهمترین پرسش‌هایی که باید سعی کنیم بهش پاسخ بدیم و تا اونجایی که به مسئله انتقادم میرسه ما از یاد نبریم موقعی که اولین دفترچه آمد بیرون و اون ورژن اولش آمد بیرون و همه میتونستن نظراشون رو بدن با انتقاد کنن، اندیشکده کوروش بزرگ که من بخشش هستم همراه با آقای بابک شکرابی، خانم مایلی جلالی و خب برادرم آروین، ما خب یه گزارش بسیار طولانی نوشتیم، چیزای خوب دفترچه رو گفتیم، اون چیزایی که انتقاد داشتیم ازش رو گفتیم و حتی بعد دیدیم در ورژن دوم به بسیاری از اون چیزایی که نه فقط ما بلکه خیلی های دیگه هم انتقاد کرده بودن پرداخته شده. حملاتی که امروز وجود داره و نه انتقادات، حملاتی که امروز وجود داره فکر کنم از دو راه بیشتر نیست، یا هدایت شده هست یا بر اساس این هست که شاید دوستان زیاد مسائل سیاسی روز رو نمیتونن خوب درک بکنن و برای همینم هست که فکر بکنم که یک سری از این انتقادها کاملا تخریب شده. من مسلما امیدوارم که اکثر این حمله ها به خاطر این باشه که دوستان درک خوبی ندارن و خدایی نکرده اینطور نباشه که هدایت شده هست، ولی خب خیلی نشانه ها وجود داره متاسفانه که برخی از این افراد، مسلما نه همه، برخی از این افراد بسیار سازماندهی شده و هدایت شده دارن کار میکنن. سوال آخری که میخواستم بپرسم در دقیقا همین بود که تصور میکنید وزنه ترازو بیشتر به سمت اون کسایی که هدایت شدن یا کسانی که عدم درک دادن؟ که خودت کامل در پایان صحبتت به این موضوع پرداختی. صحبت پایانی اگر چیزی داری اردوان میشنوم. فکر کنم اونهایی که دارن این برنامه رو میشنون، من پیشنهادی که دارم اینه که در کشورهایی که تو زندگی میکنید حتما این نوع مطالبی رو این مطالب رو بنویسید که چرا به نفع اون کشورها هست که جمهوری اسلامی از بین بره، که مردم اون کشورها هم این متوجه بشن و بتونن فشار بیارن روی سیاستمدارهای خودشون. این یه پیشنهادی که من دارم، فکر کنم بسیارم مؤثر باشه. جدا از این پیشنهاد، شرکت در تجمعات و تظاهرات هایی که ملت ایران کف خیابان‌های اروپا، امریکا و کانادا میذارن که صدای مردم باشیم، صدای مردمی که بیش از 77 روز جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده، روزانه داریم میبینیم که چگونه همچنان
متاسفانه جمهوری اسلامی در رأس امور مملکتداری هست و داره هر روز داریم با خبر اعدام یا اعدام هایی که جمهوری اسلامی داره شکل میده داریم روزمون رو شروع میکنیم. تا زمانی که جمهوری اسلامی هست همینجور نکبت و کثافت در کشور ما جاری است. جنگ بد است اما جمهوری اسلامی از جنگ بدتر. سلام آروین برادر نازنین و مادر خوشقلب و مهربانت رو برسون. در کمال احترام دکتر اردوان خوشنود مهمان این ویژه برنامه بود. با اردوان خداحافظی میکنم تا حدودا 1 ساعت دیگه. قربون شما.